شهر صوفیه پایتخت یا مرکزی کشور بلغارستان یا بلغاریا که در روایات تاریخی گفته می شود که مردمان بلغار اصلا از سرزمین افغانستان هستند و بسیار شواهد تاریخی وجود دارد که این مردم ها در سابق از افغانستان به اینجا آمدن و در این سرزمین متوطن شدند و این سرزمین ساختند. واقعا کشور بلغاریا کشور بسیار زیبایی است، سرسبز است، در دامنه های بالکان افتاده. بیشتر از 300 واژه یا لغتی در زبان بلغاری وجود دارد که از زبان فارسی است. مثال جورب، تربه، نه و 300 لغتی بود که یک وقت من یادداشت کرده بودم. اینها مردم طبق شواهد تاریخی مدعی هستند که ما از کشور افغانستان اصلا هستیم، ولی کشور در زمان اتحاد جماهیر شوروی بسیار کشوری زیبایی بود، الان هم زیباست، اما در زمان اتحاد جماهیر شوروی از رونق علمی بسیار بلندی برخوردار بود. کشور بلغاریا معدی پیشرفت علم و دانش بود. دانشگاه های بلغاریا مرکزی تعلیم و دانش از اقصا نقاط جهان بود، از افریقا گرفته تا آسیا و کشورهای اروپایی حتی همگی به اینجا می آمدن، اینجا درس می آموختن و محصلین از تمام دنیا در بلغاریا وجود داشت. بلغاریا ویژگی دیگری که داره، 2 نفر از دانشمندانی که مؤسس یا مخترع خط سیریلیک هستند. خط سیریلیک فعلا در زبان روسی و تمام زبانهای سلوانی که از اون خط استفاده میکنن، این خط سیریلیک 2 دانشمند چیکی اختراع کردند که در اون زمان شاه چک اونها را از اون کشور راند و اونها آمدن در بلغاریا. این 2 دانشمند 2 برادر بودند. باز اینجا دولت همون زمان بلغاریا اینا را پذیرفت، اینا را تشویق کرد و خط سیریلیک در همین کشور تأسیس شد و اونهای خط همینجا انکشاف دادن. الفبایش که امروزه در تقریبا نصفی از دنیا این خط میچله و ادبیاتی بسیار بزرگی زبانهای دنیا مثل زبان روسی به خط سیریلیک نگاشته شده. ولی متاسفانه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی کشور بلغاریا با یک رکودی سیاسی و اقتصادی مواجه شد. نتوانست که همانند کشورهای چک و سلواک خود از خاکستری اتحاد جماهیر شوروی وقت دوباره زنده بسازه و از سال 92 به این طرف که تقریبا 92 به این طرف که یعنی 30 سال بشه، تقریبا 31 سال این کشور در همون رکود خود باقی است. هیچ وقت دوباره توسعه نیافت، استقرار سیاسی نیافت، یک اداره ای که واقعا شفاف باشه ایجاد نشد و این کشور هنوز در همون رکود اقتصادی و سیاسی خود دست و پا میزنه. با وجود که جزء اتحادیه اروپا شده ولی اقتصاد از این رشد نکرد، نظام از این استقرار نیافت. مردمان این سرزمین بیشتر از نصف نفوس بلغاریا کوچ کردند و رفتند برای کارهای شاقه در کشورهای اروپای غربی اونجا کار میکنن و زندگی میکنن. متاسفانه این سرزمین با همین زیباییش، با همین حاصل خیزیش این همه تراکید مانده و قسمی که دیروز خواندم بیشتر از 30,000 قریه و قصبه در بلغاریا متروک است و هیچ انسانی در زندگی نمیکنه و فرو میرزه. اما آبادی هاش مردمانش آماده نیستن که در این سرزمین بیاین، در سرزمین خود کار بکنن، زحمت بکشن و سرزمین خود آباد بکنن. حتی 8 سال پیش که من اینجا ماموریت داشتم، خودی مرکزی صوفیه از رونق خوبی برخوردار بود. در 8 سال به عقب رفته، بسیار از مناطق شهر متروک شده، از جمله گمرک از او دیگه او رونق سابقه را نداره.
و این قسم یک کشور که این بهشت روی زمین میگفتن، در یک سرزمین افتیده بدون حاصل و بدون کار و توسعه. امیدوار هستم که روزی بلغاریا که مرکزی از دانش و علم و پژوهش بود با اون رونق خود بر بگرده و این سرزمین مردمانش که مدعی هستند که ما افغان هستیم دوباره با آسودگی و آرامی و رفاه برسند. مردمان بسیار زیبایی داره، طبیعتی بسیار زیبایی داره، زراعتی بسیار زیبایی داره، میوجات بسیار خوبی داره. مالداری یک وقت در اینجا رونقی بسیار زیاد داشت. پشم بلغاریا، گوشت گوسفند بلغاریا بسیار شهرت خاصی داشت که متاسفانه امروز او چیزها رو به نابودی است. من خواستم که خاطرات 4 سال پیش خدا، 4 سال ماموریت خدا که 8 سال قبل اینجا بود یک بار دیگه زنده بسازم و با تنهایی یکه و تنها بیایم و یک کشور چکر بزنم. دیگه خواستم که معلومات برای شما شریک بسازم، برایتان جالب باشه و روزی به یک کشور چکر بیاین، ویدیوهای ما را لایک بکنین، شیر بکنین و استفاده کنین از این. و سلام.